به نام خدا. دوستان، من امروز میخوام یک قابلی رو خدمتتون معرفی کنم که هم حبس ملکه است هم معرفی ملکه. بستگی به استفاده شما داره. اولا این محل ورود ملکه است. ملکه رو که از داخل قرار دادیم درش رو میبریم. این قاب موقعی که میخوایم ملکه رو حبس کنیم، چوری که پشت روبروی اون هست رو میکشیم بیرون و از اینجا میتونن زنبورا وارد بشن، ولی ملکه نمیتونه خارج بشه و میتونن اینجا تیمارش کنن و بهش برسن. و برای معرفی ملکه ملاحظه میفرمایید توری رو میذاریم سر جاش. به این صورت میتونن تیمار کنن ولی دسترسی به ملکه ندارن. از این قاب به عنوان حبس ملکه و معرفی ملکه میتونیم استفاده بکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. یا حق.